چه معیارهایی رو برای طراحی لابی هرمس در نظر گرفتید و چه فضاهایی رو توی لابی قرار دادید؟ خیلی مفتخرم که به جای بزرگترین آرشیتکت، بهترین آرشیتکتمون آقای مهندس فرزاد دلیری از بنده این سوال میفهمید که البته در صلاحیت من نیست پاسخ به این سوال، چون ایشون طراح این مجموعه بزرگ هستن و بهتر هستش که خودشون پاسخگو باشن. اما امکاناتی که در لابی هرمس در نظر گرفته شده، خب رسپشن هستش، فضاهای نشیمن مختلف هستش، از المان‌های سبز بسیار استفاده شده، کافتریا داریم، دفاتر مدیریتی داریم و حالا قسمت‌های رفاهی هم داریم از جمله سالن اسکواش، سالن بیلیارد و غیره.